سلام، به چنل من خوش اومدید. من شهرزادم، فارغ التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی از دانشگاه دولتی. تو این پست قراره 8 ترم رشته علوم آزمایشگاهی رو توضیح بدم که بدونی اگه قراره وارد این رشته بشین با چه قرار روبرو بشین. همونطور که گفتم این رشته 8 ترم، یعنی جزء رشته‌های پیراپزشکیه که 4 ساله و 8 ترم. شما تو این 4 سال قراره 130 واحد پاس کنید. حالا بسته به اینکه دانشگاهتون دولتی باشه یا آزاد ممکنه فرق داشته باشه. ترم یک که وارد میشین، حالا معمولا بچه‌های علوم آزمایشگاهی ورودی مهر ماه هستن. ترم یکم سبک‌تره، با یه سری درس‌های عمومی مثل زبان، شیمی، فیزیک و حالا آناتومی در واقع اونا رو میخونید. خیلی هم داشتن مثلا یه واحد آناتومی خیلی ذوق نکنید، چون واقعا درس تخصصی رشته علوم آزمایشگاهی نیست. فقط روش هم بخشای مربوط به رگش و اینا به درتون بخوره در آینده. یه جورایی شروع واحدا با ترم 2 و درس بیوشیمی عمومی. حالا یعنی انگار ما اسم بیوشیمی رو میذاریم قول شماره 1 که حالا تا ترم 6 و 7 هم این بیوشیمی با ما هست، ادامه داره، این ول نمیکنه دیگه. حالا جلوتر میگم چرا. ترم 3 اولا درس‌های تخصصی شروع میشه دیگه، مثل میکروب، انگل و در واقع برای هر کدوم از این درس‌ها علاوه بر اینکه واحد تئوری دارین توی دانشگاه، یک واحد عملی هم دارین. مثلا اگه میکروب شناسی 2 واحد تئوری داره، یک واحد هم عملی داره که میرید آزمایشگاه دانشگاه و اونجا کارهای عملی هم یاد میگیرید. توی ترم 3 2 واحد کارآموزی هست. کارآموزی به این معناست که شما میرید بیمارستان و توی آزمایشگاه بیمارستان همون تست‌های رو که خوندین یاد میگیرید. ولی چون ترم 3 شما هنوز در واقع رشته درس تخصصیتون رو هنوز نخوندین، خیلی خاص در واقع نمیفهمید، فقط برین با محیط بیمارستان بیشتر آشنا بشین، ببینید قراره چی کار بکنید، خونگیری رو ببینید، یاد بگیرید، با پذیرش آشنا بشید. بعد میریم سراغ ترم 4. این ترم 4 اینجوریه که در واقع دیگه واحدهای تخصصی شروع میشن. مهمتر از همه هماتولوژی و ایمونولوژی، یعنی خون شناسی و ایمنی شناسی. حالا بسته اینکه حالا دانشگاهتون کدوم باشه، یه سری درس‌های تخصصی رو بین ترم‌های 4 5 6 و 7 درس تخصصی میشینه. درس‌های دیگه مثل قارچ شناسی انگل 2 داریم، باکتری شناسی داریم، بیوشیمی پزشکی 1، بیوشیمی پزشکی 2 و بیوشیمی هورمون. قبلش گفتم که با بیوشیمی کار دارین، به خاطر این بود. هورمون دارین و حالا مثلا درس‌های مهم‌تر مثل بانک خون که همه اینا باز در واقع همشون توی بیمارستان هم، یعنی توی آزمایشگاه بیمارستان‌ها هر کدوم یک بخش مختص به خودشون دارن. ترم 7 علاوه بر اینکه حالا یه سری درس‌های تئوری دارین، 4 واحد هم دوباره بیمارستان دارید دیگه. و خب این در واقع ترم 7 اوضاع خیلی بهتره. شما خیلی از درس‌های تخصصیتون رو پاس کردین و وقتی وارد بیمارستان میشین یه سری تستا براتون آشناه، میدونین چی به چی ربط داره، بیشتر میفهمید و بهتره. تا ترم 8 دیگه. ترم 8 در واقع شما 10 واحد کارآموزی دارین. حالا ممکنه بچهای آزاد مثلا فرق کنن، 7 ترمه ممکنه تموم کنن، ولی خب ترم فکر می‌کنم که واحد کارآموزیشون بیشتر باشه. در این باره میتونم بعدا براتون توضیح بدم. 4 واحد 10 واحد بیمارستان ترم 8 اینجوریه که در واقع شما هر روز میرید بیمارستان، بسته حالا به ساعتی که اون بیمارستان میگه، در مثل یک شیفت کاری میرید اونجا. و خوبیش اینه که ترم 8 در واقع پرسنل به شما کار یاد میدن، کاملا کار میدن دست شما انجام بدید و خیلی تجربه خوبیه. قبل از اینکه به عنوان یک کارشناس حالا میخوام برید طرحتون رو بگذرونید یا میخوام به یه مرکز آزمایشگاه خصوصی کار کنید، این تجربه خیلی خوبیه. امیدوارم حرفایی که زدم براتون مفید بوده باشه و اینکه در مورد آینده این رشته، در مورد رشته‌هایی که توی ارشد میتونید بخونید، مسئولیت‌هایی که یک کارشناس علوم آزمایشگاهی داره و همچنین در واقع توضیح اختصاصی دروس اختصاصی مثل هماتولوژی، ایمونولوژی هم توی پست‌های آینده براتون توضیح میدم. لایک و سابسکرایب یادتون نره و اینکه هر سوالی داشتین رو تو کامنت